بنا به گزارش پژوهشگاه گیولوژی و سیسمولوژی اکادمی علم‌های جمهوری تاجیکستان روز گذشته 13 ینور ساعت 17:24 با وقت محلی در قلمرو کشور زمین لرزه به قید گرفته شد. به گفته این منبع مرکز زمین لرزه 20 کیلومتری شرق نویه رشت و 150 کیلومتری شمال و شرق شهر دوشنبه در قلمرو جمهوری تاجیکستان بوده است. قوه زمین لرزه در مرکز آن 4 بال و در نویه رشت 3 بال را تشکیل داده است. کمیته اولتای فوق‌العاده گفت این زلزله تلفات جانی و خسارات دیگر نداشت. پژوهشگاه زلزله سنجی تاجیکستان قبلا خبر داد که روز 2 ینور سال 2022 ساعت 2:26 با وقت محلی در قلمرو کشور زمین لرزه به قید گرفته شد. مرکز آن 230 کیلومتری جنوب شرقی شهر دوشنبه و 106 کیلومتری جنوب شرقی شهر خوروغ در قلمرو افغانستان بوده است. قوه این زمین لرزه در مرکز آن 4 بال، در شهر خوروغ 2 بال بود. کمیته اولتای فوق‌العاده خبر داد که درباره تلفات جانی و خسارات دیگر خبر داده نشده است. تاجیکستان در یک منطقه زلزله خیز قاره آسیا جایگیر شده. هر سال در قلمروش صدها زمین جنبش ثبت می شود. یادآور می شویم 2 ایول سال 2021 بر اثر زمین لرزه در وادی رشت 5 ساکن نویه تاجیک آباد به هلاکت رسیده. در این نویه و نویه رشت بیش از 200 خانه خراب شدند.